به نام خدا، امروز در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از وبسایت‌های آموزشی رایگان به نام فرادرس که به نظر من گسترده تر از 2 وبسایت‌های معرفی شده توی پیج هستن. فرادرس تقریبا تمامی علوم رو در بر میگیره. همطور که میبینید دارای فیلد جستجو هستش، جستجوی آزاد و جستجوهای اخیر و جستجوهای پرطرفدار رو در معرض نمایش میذاره که کار انتخاب رو برای ما راحت تر میکنه. توی بخش جستجو میتونیم عبارت مورد نظر و مفهومی که میخوایم مورد آموزش قرار بگیریم رو جستجو کنیم و هم میتونیم یک استاد خاص رو جستجو کنیم اسمش رو و تمامی آموزش‌هاش رو برامون به نمایش میذاره. ما درس ادبیات فارسی استخدامی رو جستجو کردیم. همونطور که دیدید یه فهرستی از تمامی آموزش‌هایی که توی این زمینه در این وبسایت وجود داره رو به نمایش گذاشت. مثلا ادبیات فارسی کنکور استخدامی، دبیرستان و ابتدایی. خب همونطور که دیدید فهرستی از آموزش‌های زبان ادبیات فارسی برای آزمون‌های استخدامی رو ما نشون داد و همچنین مطالب مرتبط، مثلا آموزش‌های مورد نیاز برای آزمون‌های استخدامی رو هم برای ما به نمایش میذاره که با انتخاب گزینه شروع یادگیری میتونیم وارد سلسله مراتب آموزشیش بشیم. همونطور که میبینید تعداد آموزش‌ها، تعداد ساعت و تعداد دانشجویان توی هر حوزه رو در معرض نمایش میذاره و همچنین اساتید برتر. با انتخاب شروع دوره آموزشی همونطور که می‌بینید یه فایل آموزشی به صورت آزمایشی برای ما به نمایش میذارن و تعداد دانشجویان و ساعت‌ها و سرفصل‌ها و محتواهای آموزشی مورد نظر رو در اختیار میذارن و همچنین استاد که کار انتخاب رو برای ما راحت‌تر بکنه. همونطور که دیدید توی قسمت پایین سبد خرید یادگیری وجود داره که با انتخاب سبد خرید میتونیم هر فایل آموزشی که مورد نیازمون هست و مورد استفادهمون هست رو به سبد خریدمون اضافه کنیم و حالا توی فرصت بهتر خریداری کنیم و از فایل آموزشی که مرحله به مرحله و سلسله مراتبی هستن استفاده کنیم. همونطور که می‌بینید علوم مختلف رو که اینجا آموزش داده میشه رو به صورت فهرستوار برامون میاره و یه معرفی اجمالی از سایت رو داره.